جسدهای دو نفر گمانبر در تجاوز به ناموس و کشتار دختر صنف 8 در ناحیه قدمجوی ولایت بادکن قرقیزستان را شب 3 به 4 دکبر سال 2022 در سزا یا بازداشتگاه شهر اوش در حالت بدار آویزان پیدا کردند. منابع نشریه کاکتوس میدیا در مقامات حفظ حقوق قرقیزستان گفتند که آنها در این بازداشتگاه که همه 4 نفر گمانبر در این جنایت مدهش و ننگین در همین جا نگاه داشته میشدند خودکشی کردند. تفصیلات دیگر حادثه دسترس نیست. خبر یافت شدن جسدهای دو گمانبر در این پرونده پرسر و صدا را به رادیو ازاتک النورم سبتار و سخنگوی خدمات زندانهای قرقیزستان نیز تصدیق کرده گفته است که آنها در حالت بدار آویزان پیدا کردند و در این رابطه تفتیشات جریان دارد. روز 4 سپتامبر سال جاری در دهه قدمجوی ولایت بادکن در راه اوش رزاقوف در داخل نقب سیلپرتو جسد یک دختر 14 ساله را پیدا کردند. مقامات میلیشیای ولایت بادکن گفته بودند که دستان دختر بسته بود و در گردنش ایز بوغی کردند با ارغمچین مشاهده کرده میشد. باور می رود که این دختر صنف 8 را اول تجاوز کرده سپس برای پوشاندن ایز جنایتشان کشتند. با گمان دست داشتند در این جنایت اول 3 ساکن جوان ناحیه قدمجوی سالهای تولدشان 1995 1997 1998 و 1995 دستگیر گردیده. بعد چند گمانبر چهارم دستگیر شد که او نابالغ بوده همگی 16 سال دارد. هنوز معلوم نیست که از این 4 گمانبر جسدهای کدام آنها را در بازداشتگاه پیدا کردند. در پی تجاوز و قتل دخترک نابالغ در ناحیه قدمجو در پارلمان قرقیزستان دعوت‌های صدا داد که حکم قتل را برای پدافیلا برقرار کنند. وکیل پارلمان اولان بقاسوف طرح قانون را پیشنهاد کرد که همچون جزا اخته کردن افراد گناهکار در تجاوز به ناموس کودکان را پیش بینی می‌کند.